مادارا به کیا احترام میذاره و براش خیلی مهم هستن. ما طبق درصد میریم جلو از 0 تا 100. اولین نفر توبیراماست، کسی که برادر مادارا رو کشته. بعدی شینوبی الاینس هست که فقط 1% احترام مادارا رو دارن. بعدی تماریه 5%. مادارا حتی حمله اونو احساس هم نکرد. بعدی یاگورای با 8%. یه سری شایعه هست که میگن مادارا یاگورا رو کنترل میکنه. می با 10%. مادارا اعتقاد داره که زنا هیچ جایی توی جنگ ها ندارن و می هم از این قاعده مستثنا نیست. بعدی توبیزتسو هست که 12% احترام فقط براش قائل مادارا کلا با این زتسوها خیلی بد برخورد میکنه. بعدی وایت زتسو یا زتسو سفیده که اون رو به عنوان یک برده میدونه مادارا. بعدی بلک زتسو یا زتسو مشکی که مادارا به اشتباه فکر میکنه اون کسی است که خلقش کرده. تن تیلز یا بهتر بگم 10 دوم که 20% احترام رو از مادارا داره. مادارا هم اونو به شکل یک اسلحه استفاده میکنه، یعنی تنها فایده‌ای که برای مادارا داره گویا همینه. بعدی مو هست با 25% ریسپکت. مادارا اون رو به راحتی کشت با 30% ریسپکت. جایگاه بعدی به ریکیج 4 میرسه. مادارا فکر میکنه اون خیلی ضعیفه. بعدی کاکاشی با 35%. مادارا به راحتی شارینگان اون رو ازش میگیره. بعدی با 40% گاراست. مادارا اون شکلی که گارا مترویت رو جلوش رو گرفت رو خیلی دوست داشت. 45% زنبور قاتل یا کیلر بی. مادارا اصلا رپ دوست نداره و همین خاطر کیلر بی رو هم زیاد دوست نداره. بعدی 50% و هیت. یعنی چی؟ یعنی متنفره از کی؟ از کابوتو. نظر مادارا راجع به کابوتو اینه که اون خیلی مغروره. بعدی کوراماست با 55% و مادارا خشم کوراما رو خیلی دوست داره. سوناده 60%. از نظر مادارا سوناده ضعیفه در مقابل هاشیراما. با 67% ریسپکت جایگاه بعدی به هیروزن میرسه. مادارا حتی نمیدونه اون کیه. جایگاه بعدی اونوکی 70% ریسپکت. مادارا خواسته های اونوکی رو دوست داره. میناتو با 73% ریسپکت. مادارا سرعت میناتو رو تحسین میکنه. بعدی اوبیتو با 75% ریسپکت و مادارا اونو به عنوان عروسک خیمه شب‌بازی خودش یا پاپت خودش میدونه. جایگاه بعدی ناروتوه 80% احترام یا ریسپکت. از نظر مادارا ناروتو ساده‌لوح و ابله ممکنه باشه اما پسر قویه. جایگاه بعدی ساسوکه یا ساسکه. از نظر مادارا ساسکه یا ساسوکه شباهت زیادی به ایزونا داره. ساسوکه هم 95% احترام مادارا رو داره. از اینجا بعد دیگه این افراد 100% ریسپکت یا لاو رو دارن از سمت مادارا. هاشیراما. مادارا هاشیراما رو به عنوان دوست و دشمن خودش خیلی محترم میدونه. بعدی ایزونا. مادارا برادر خودش رو به شدت دوست داشت. میدونید که این که اشاره کردیم داشتش بود. بعدی 100% ریسپکت مایت گای. از نظر مادارا مایت گای قوی ترین تایجوتسو یوزر یا کاربر تایجوتسو. مورد بعدی هاگورومو. مادارا راجع به قدرت اون زیاد شنیده. و مورد آخر کاگویا. مادارا از این که به عنوان یک ابزار ازش استفاده شد خوشش نیومد که البته اینجا به وسل اشاره شده که میتونیم مستقیما یه چنین چیزی رو بهش اشاره بکنیم. و 100% لوز یعنی چی؟ یعنی 100% باخت رو در مقابل کاگویا تجربه کرده. اینم از این. اگه دوست دارید دوباره ویدیو اینجوری درست بکنیم راجع به هر انیمه دیگه توی کامنت ها بنویسید و نظرتون رو به اشتراک بذارید. سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو بزنید که ویدیوی بعدی رو از دست ندید. تا دیدار دیگر. فعلا.